با سلام خدمت دوستان. امروز دوچرخه روتویل ای-بایک رو موتورش رو باز کردیم. به مشکل خورده بود که این تسمه پاره شده بود که ما فهمیدیم که ایراد از این تسمه است. داشتیم نداشتن ابزارش بود که ابزارش رو خوشبختانه با بوکس تونستیم درست کنیم. بعد یک ماه رسید تسمه‌ای که پاره شده بود با واشر زاپاس گذاشته برامون، پیچاشو اضافی گذاشته، اورنگ رو با این گردگیر مال روی بلبلنگ قرار میگیره، اینو اضافی برامون گذاشته. این خود موتور با 3 تا جای پیچ وصل میشه بدن دوچرخه. این کلا روی این 3 تا پیچ رو دوچرخه وای میسته. این هم که یه سری سوکت میخوره اینجا. اینو حتما حواستون باشه اگه خواستین باز بکنین این به صورت خار میمونه. اینو باید حتما بازش کنی که این سوکت در بیاد بیرون. حالا بریم برای جمع کردنش. خب حالا میریم برای تسمه جا زدن. و بعد تسمه صفر کنش رو جا بزنیم. بریم پیچای کارتل رو با ترک متر صفر کنیم. این باید 3 نیوتن متر صفر بشه. این 2 تا پیچای پایینم 2.5. اینو تنظیمش میکنیم روی 2.5. اینم 2.5. موتور ببندیم.